ورزش همگانی به نظر من یک فعالیت بدنی فقط نیست، یک نوع سبک زندگیه، یک راهیه برای رسیدن به آرامش، شادی و سلامتی. همچنین باعث میشه که روابط اجتماعی بهبود پیدا کنه. سر صبح اول وقت که بیدار میشدم از لحاظ روحی، جسمی و نشاط و سلامتی خود شخص و اجتماع تاثیر بسیار زیادی داره. نزدیک 60 خورده سالانه ورزش برای سلامتی درسته، خیلی عالیه. ورزش صبحگاهی واقعا معجزه میکنه و باعث میشه انرژی فیزیکی و ذهنیمون بهبود پیدا کنه. وقتی روزمون رو با ورزش صبحگاهی شروع کنیم یک روز قوی داریم که پایان قوی میمونیم. من 13 سال ورزش میکنم، اما یه سال گروه همگانی اومدم و ورزش میکنم. بعد انقدر